من برای محبت یک چیز میگم. پیامبر بزرگوار محمد حدیثی خدا خواست صحیح بینید. اگر میگد کدام میگد بینید زنی که کدام مردی که میگد دستش در دست شوهرش مونه یا در دست زنش مونه، من تو را دوست میدارم، تو جانی منی، تو گلی منی، تو خدا خواهد انشاءالله محبتی منی. پیغمبری بزرگواری سنت رسول الله زنهاش را گل میگو ریحون میگو. اگر گوه میگه خدا سبحانه و تعالی 5 ثواب 5 نیکی در نامه اعمالش مینویسه، فقط دست شقف است. اگر مبادا گفته در کنارش گیره قشاقش کنه، توجیسته که گفته میگیم قشاقش کنه، این حدیثه. مبادا اگر قشاقش کنه گفته 10 ثواب در نامه اعمالش خدا مینویسه. خدا دیده میستاده بالا، من حکایش میگم تا کشه. اگر مبادا بوسش کنه گفته توجیسته که مچکش کنه، نمیفهمم بوسه باید بوسه چی باید بس آرز بگه بوسه مچکش کنه مبادا. این سنت زن شوهر مچک کردنش، شوهر زن مچک کردن سنت رسول الله. این ما شما دولتان اروپا کافران را دوست می‌دارن که زناش قشاق مچاق مکنن که ایوان چواره میکنه ایوان برده کاکی افاره این افاره اتبا شکل افاره ده که نیست. باید که انشاءالله یک دیگر بوسه کنن خدا حق سبحانه و تعالی 20 ثواب در نامه اعمالش مینویسه. بینید اگر مبادا میگه همون شب جاگه خوابی کنن از حقیقت کار از خدا شرم دار شرم مدار. این حقیقت امروز تمامی کینا فیلم ها خدا دادن نمیدی ناموس نمیکنی بعد گفت فیلم الله را از بار میکنی دیگه باگی جا. مبادا میگه همون شب جاگه خوابی کنن وقتی که ساعتی 2-3 خیزن میگه اگر آب بازی کنن الله سبحانه و تعالی فرشتا که نظارت میکنه. بینه بنده منه در کدام اعضایی که آب میرسونده است همون اعضاش گناهش شسته میفرمده از پشم 100 سال شده تمامی تا پاچیک در همه گناهات همه آب شسته میگذشته. نبینید اون چیزی که میگه پیغمبر علیه السلام در دنیا است از وی و بهتر است میگه اون چیزی که در دنیا است. بینید خدا سبحانه و تعالی فرشته میگفت از فرشته ها بینیم این بنده ما بگید در خنوش خسته از ترسی من آب بازی کرد از همون جاگه خوابیش ترسید آب بازی کرد شما گواه باشه که من گناه حد شد گذاشته هر دو به گناهشی زمین شد. بینید پیغمبر بزرگوار این حقیقت است عزیزان من. برای من انشاءالله خدا خواهد این بوسه کردن سنت است. این اروپا آدماش از ما یاد گرفته. اروپا مدنیتش از ما است و مدنیت نداشتن. مدنیت از ما گرفتن ما به مدنیت شدیم. ما امروز خلافت بد اخلاق شدیم بد رفتار شدیم بد گفتار شدیم حشمود اخلاق بسترایی کافران اختیار اروپا افشل میراکی و یا انت میکنن و یا بوسه میکنن و یا شامچه میکنن باید مسلمان کنن این. اگر نگد مرد زن طلب کند برای جاگه خوابیش زنک سرکشی کند که من نمیمانم در کار نیست تا سهر لعنت فرشتا لعنت خدا میبارد. این زنها شاد شوند زنها را جنتش مرد اگر نبرو زنها را جنتش اگر خواهند که اگر اینا لینزه کنن خدا کنن کوچه نبراین در برچه خونه بشینن شب و روز نماز خونن شب و روز قرآن کنن شوش ناراضی باشد جای دوزخه. این حکم من نیست این حکم خدا آفریدگار است. این حکم انشاءالله پیغمبر بزرگوار پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم است. پیغمبر میگه رضا الله فی رضای زوج راضی خدا در راضی شوهر است و غضب الله فی غضب الوالدین غضب خدا در غضب چه زوج شوهر شد. اگر ناراضی باشه ایلا قبر میسوزه ایلا خدا عبادت قوانین نماز هم قبول نمیکنه. برای این مردها شما را نبرده مردها را جنتش پدر و مادره. همین دعای حدیث نمیگن که کسی که پدر مادرش اگر انشاءالله خدا خود راضی کند از خودش به این راضی شده دنیا گذارن اون مرد جنتی است. مردا جنتش انشاءالله چی از پدر و مادر است. ایاد نبرو
پدر و مادر خدا دوست دار، حرمت که عزت کن، چون که رضای لاتی رضای والدین دیگه حدیث است. راضی خدا در راضی پدر و مادر و غضب الله فی غضب والدین، غضب خدا در غضب پدر و مادر نایب نبوده. اینا من نگفتم، اینا الله گفته است. من سوره میتونی سوره خدا لقمان آیت 14 بی خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته وهنا علی وهنی و فصاله العامین واشکر لی ولوالدیک و الی المصیر. خدا چی میگه؟ ما میگه فرمودیم آدما را که پدر و مادرش خدمت کنند و وصینا الانسان بوالدیه حملته وهنا وحدا. مادر بیچاره میگه در 9 ماه مشقت بالای مشقت میگه برداشتت کرد. یا نمی 1 سال در شکم کی گشتی تو؟ 9 ماه 9 ساعت 9 سکند مادر بیچاره در شکمش برداشتت میگردد. چی مشقت ها، چی کمخونی ها، چی کمخوابی ها. یکی 2 کلاس 3 کلاسی که یک باقی 1 کلاس هم در گردن کشاک 1 3 روز کرد. و قدری مادر میدونی یک کلاس 6 کلاس در بیچاره آنی 2 کلاس هم کلاس 8 کلاس در دخلش 10 تا بچه دارد. 2 کلاس 20 کلاس 20 کلاس مادر بیچاره نوازیش کرد. خودش کار نمیده تا سر کم پالو میگرده میگه خداوند اشق علل اشق میگه مفصلا مشقت بالای مشقت میگه تا بعد دنیا آورد ما انسان. بعد جوان ها بومده احتا خودش کیه؟ اپا خودش کیه؟ نه سباتی هم خداست تا گور اومدی و تا زمین هم تا خودت بومدی بیچاره خدا خود تولدت کرد و فصال العامین 2 سال مگه شیر داد. مذهبی مانده خدا خود امام اعظم در 2.5 سال است حق شیرگارگی. این زنها آگاه باشند صدای من اشنوه. کدام زنی که کودک تولد میکند 2.5 سال اگر شیرش نتید حقی بچه نظامیش نگیره. انشاءالله جواب میتید. ولی بعد زنها ده فیگور هم معروف بشه تا خدا خود یک مانده بچه رو میبراره بعد چیز میتید بعد اون ملیش شیری بس خدا خود بود میشه. چی بشه همون ملیش خدا دردن چی بلا و بدتره. بعد همین امروز میکراب بعد همین خدا خود انشاءالله از خودی شاکور بعد همین خدا خود پده پتکه از خودش خدا خود انشاءالله دوله نسیت هم سزای ناباب است. شیر مادر بهترین غذا است. ایمونیتش بلند است. با همون شیر اعضای کودک بود میشه. تو دشمنی هم بچت است. کدام زنی که این کار میکند وای دشمنی هم بچهش است. بیچاره با حکومت 2 سال پولش بلده که هم بچه که خودونه این خدا خود کرتا کرده بکشه. بیچاره نفقه پول داده که خدا خواهد این طول بکنه به نامه و بچه که خود 2 سال مستحکم شد ایمونیتش بلند شد کلش خود تو کار کنه. دولت هم غمخواه داره الله هم غمخواه شد که 2.5 سال بعد میگه بچه را چی میبرد بعد میگه اسیاب پیدا میشه دندانش خدا میبرارد 2.5 سال بعد اگه میگه بچه هم حقت بچید اکن خودت خوردن حرکت خودت اگه بچید. این دندان اسیاب انسان است تا همین حقش است. اگر نکند خیلی مالش شیرش گم شود یا از ید کسلی یا شیرش ویرون شود ترکیب خونش ویرون شود مبادا طبیبا گویم که بچه تو نمکن اون وقت حالت این گناهگار ایلا گناهگار. همچنین یک مسئله نازکی است. نازکی مسئلهش اگر دخترات و زنهات و کلینات نپرسید من در آدم فرزند تولد بکنن وقتی که فرزند تولد میکنن از جهت ترس و شیرای 1 کیلو گم میشود دیگه دوگاناش نمیکنه. از جهت شیر خوردن هم بچه و دختری با وجود میاد. اگر دختر شما یگان بچه لیمبری اسمی فرد خواهی اسمی دیمر سری اسمی اگر شیرش یا وای بچه شما میشود افرمینه شما نمیگذره 2 پدردار میشه و بعد نامشه نیستد زنی شما دختری شما نامشه نیستد شما گوهدکی پیشتاب نزدار کنه. مردک من در بانیسه یک دیمرسدی زنه که شیرش گم چید هوا مکندم مبادا کنیشتن بچه شما با دختر شما با بچه حرام. این حکمی ثابتی از یکی شیخری 2.5 سال نمیشه 10 تا بچه را مکنه 10 تا دختر را مکنه همش بچه و دختر شما میشه. از خدا ترسه این کار کنم من بچه های شما تیرانیستا رسی هم نخدا خد بچه کنده گرفته و هسته علیکم بلیه
خیلی انشاءالله که میسازمی میگوید اینجا بیای آفامنش نمیکنی نمیاریش خواهشه نیست اما هم بیا چون که 10 سال بعد بچت کلون میشه 18 سال بعد مدار برفته خواری خشه نگیره از خدا نمیترسی تو نترس بیا گو من هم کوچه خدا خواهد برید میکنه نستیه بیشتر بیسم دوم سیر نفسه خدا خواهد انشاءالله هم جنن نتشه زن یک دختر دارم بچه دارم خدا مبارش کنه خدا خواهد اکه غیرت جان از پدرشون من امنا خدا میترسی بیا من اکه غیرت جان بابای محمد یوسف هم میدونه من این کوتنده دختراش است تو نمید بای خدا خواهد محمد یوسف خدا رحمت کنه باشه جاش جنت کنم پیش از خدا خواهد صفحش بوده دختراش که تشناس کنه بچه ها سبود کردن کوچه دختر مسئول هم بچه هاش نه رفت بیا میکنن این میگن که مرد این خدا این حیات است یا که مبادا خدا خواهد دیم سجه من کنده شد دختر کلان شد و بچه یک بار نزدینت خواهر خود چگیری از این دهشت چیز نیست پیش الله زمین زمان چوکی خواهر و اکا و خواهر نیکاش اما و خواهر نیکاش یا زنی پدر 10 زن گیرد یا خدا خواهد جیانا بچه اکت دختراش خواهر دختراش اینا ابدی حرام است اینا نکاح حرام است از خدا بترس نیستا ورده بگو خدا خواهد فهمون اگر از خدا بترسی نترس گناه کردی خدا خواهد اون بچه ها با وجود دادی اینو یک پنش میکنی این خیلی نازکی مسئله ها داره عزیزان اگر مبادا شیدمونم در را جداش میکنی در را ولی نکاح نیست ولی همه زنا میشود یک دیگه مسئله بین مردم رفته است امروز بعض به فرزند ها صنعی فرزند کرده شده عزیزان این دخترها کلات شد صنعی گفتگی شپریس کتی همون یک مرد حیوانش میمونه از من هستی از کدام آدم گرفته میموننش و زنا میشه و همون فرزند حرامی است بعدا راضی نشینه من شنیده سادم بعدا جایی مونده نباشد دیگر جاونده یکزد که من از ما راضی هستم همون سنی در رحم همین مادر همون چیزمون حاملدار میکنه است خواهد و حرام است و زنا است و بچه ابدالابد حرامی است نه که کاره الله تعالی خدا خواهد همون شوهر خدا خواهد تربیه کنه الله سبحانه فرزند میتیره نتیه این تقدیرات است و دیگر راه ها و دیگر چیزا عزیزانی من زناتون فهمونن انشاءالله راضی نشه چیزی نه و زنا است و حرامی است و خدا خواهد گناهش پیش الله بزرگ است چون که خداوند زنا را حرام کرده است زنا انشاءالله حرام است عزیزانی من زنا و این شما جوانان خدا خواهد دست نکرد دستی زنی بیگونه حرام است اگر کسی که در فتوا است یک زنی بیگانه را دست کپه روز قیامت خداوند با میخوای آتشی دکی میخد میکنه روز قیامت جزا تا میده چون که برای تو حرام امروز برای چی دخترها بیناموز شد برای چی بچه ها بیناموز شد این شبیش نگاه حرام گم کرد دختر میبرای خدا خواهد ساعتی 9 شیمه گفته چی کاره میکنه تو نمیده بچه و دختر شیطانی ملعون میگد ملعونی مرجومی مردود میگد اگر کجا یک بچه و دختر باشد سیه دشمن است البته وسواس میکنی در شرقه یا زنا در دلالت شد این چیه؟ این فرزندای زنا دست شکبیدن موسه کردن گبی ناشمی پرداختن این سر بشن دریوف نشوی اگر دختر تا بکنترا شوی دریوف از دریوف لا یدخل الجنه پیغمبر گفت کسی که دریوف میشه دختر شراس میکنه زن شراس میکنه کوچه وقت سرد میشه و جنت برای حرام حتی در پشتاک جنت نیستش نمیگی الجنت حرام علی دریوف کسی که خواهد به شر میشه به حرام میشه خواهد انشاءالله دریوف میشه نماز خدا قبول نمیکنه خدا تا برای خدا که چی نفرسونده خدا میگه وعده میکنه ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون ما آفریدم انسان ها را جن ها را برای عبادت من